با سلام خدمت همراهان گرامی عزیزان بیننده. این غاری که امروز میخوام براتون فیلم برداری کنم، این غار آهکی، آبهایی که از سقف این غار چکه میکنه رنگش به رنگ آهکی نیست، رنگ متفاوتی داره و خیلی جالبه. رنگ اون رنگ زرده کنه بتونه اینهاش رنگ زرد است که ببینم میتونم براتون بیارم نماش جلو. میبینید عزیزان، این رنگ زرده. میبینید آبای این غار به رنگ زرده و قندیلایی هم که به وجود میاد به همچنین رنگشون میبینید متفاوته با اونا. حالا دلیل این باید جستجو کنم ببینم چی است و چه ستون زیبایی تو این غار تشکیل شده. نگاه کنید، این ستون واقعا جذاب و دیدنیه. نگاه، با ببرمش دورتر. این ستون میبینید بسیار زیبا و دیدنی است. بله، این یک ستونه و این کنار اونم همچنین یک ستون زیبا و یک ستون دیگری که در حال شکل گرفتنه. این غار دلیل متفاوتی رنگ آبی که از سقف اون چکه میکنه به رنگ ارغوانی من دقیقا اطلاعی ندارم، براتون جستجو میکنم، به نمایش میذارم براتون در ویدیوهای قبلی. این هم همینجور میبینید، این هم رنگش متفاوته، این هم یکی دیگرش هست که داره تشکیل میشه و رنگ اون همین هم به رنگ چی بگم، متمایل به سبز، بعضیش رنگ متمایل زرد متمایل به نارنجیه، در رنگ‌های متفاوتی، ولی همین کافیه که ببینیم یک غار آهکی با آبهای آهکی متفاوت رنگ. دلیلش هم مطمئن باشید دوستان براتون پیدا میکنم و حتما برای شما عزیزان میگم تو شما هم کاملا از اون با اطلاع باشید. و چه عنکبوت زیبایی، ما هر بار باید یک چیزی اینجا شکار کنیم. علاوه بر موضوعمون ببینم میتونم بگیرمش، یک عنکبوت که نشسته و در حال ساختن